یک آها. برادر در والبرز کار میکرد، به همون آمریکای والبرز حج رفتگی های همون حساب شدگی های یا که نه؟ برادر عزیزم، برادر حجش قبول شد نشد به من و شما چی؟ یعنی آدم یک سوال میدهد که برای حیات خودش فایده داشته بود. یک برادر با پولی والبرز حج رفت، حجش قبول شد، یعنی به ما چی؟ نه قبول اصلا، حضرت، وی قبول اصلا چند علم دنبله ها غیب. رفت مثلا. برادر عزیز، قبول این علم غیب است. حتی بعضی علما میگفتن که اگر من دانم که همین یک عملم قبول شده باشد، به همون عملم تکیه میکنم و امیدی همون عمل میشم. این قبول شدن عمل ها به ما معلوم نیست، فقط ما میگویم که شرط قبول است. من دو عمل را اجرا کند، عملش قبول شدنش در کار طبق دستور الله تعالی. بعضی موقع که تو اگه جا میدونی بر ما الله تعالی گفته است همین شرط را که کردی عملت قبول میشه. انما يتقبل الله من المتقین، در سوره موعده گفته که الله تعالی از تقوادارها قبول میکند. شرط قبول اخلاص و متابعت. یک عمل را کرده است به خاطر الله و طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و قبول است. و این چنین پول حلال، ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، الله تعالی پاک است و از عملها فقط پاک را قبول میکند. پول حرام قطعی اگر یک آدم صدقه کند یا کاری خیر کند و قبول نمیشه بناءً به خبر الله تعالی، چون که الله پاک است و فقط پاک را قبول میکند و ما را هم نهی کرد که از پول حرام خیر و سخاوت کنیم. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، از پول حرام نیتی صدقه کردن نکنید. لیکن ما اون مطلق گفته نمیتونیم که پولی والبرز حرام است. مثلا اونجا بعضی قسمت های حلال هم دارد، قسمت های حرام هم دارد. همین خیلی نه؟